سلام بچه ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. به چنل من خوش اومدید. در ادامه ویدیوهای قبلی میخوام بهتون بگم ما قربانیان میراث ژنتیکی خودمون نیستیم. اگر این ایده رو که ما واقعا زندگی نامه زنده پدر بزرگها و مادر بزرگهای خودمون هستیم رو قبول کنید، شما هیچ وقت نمیتونید 95% DNA و ژنهای خودتون رو که دست نخورده باقی موندن استفاده کنید و به کار ببرید و به همون 5% که از نیاکان به ما به ارث رسیده اکتفا میکنید و همون چرخه ها و زندگی های گذشته رو دوباره تکرار میکنید. دقت کنید، DNA برترین نگهدارنده سوابق هست که در این مورد مفصل در ویدیو قبلی براتون توضیح دادم. DNA نسخه اولیه ژنتیکی ما رو در خودش داره و هر سلولی که پدید میاد عصاره ما و ویژگی های خاصمون رو حفظ میکنه و این یک قطعه مکانیکی در بین ابزارهای کارخونه نیست. DNA ابزار خارق‌العاده‌ای برگرفته از مهندسی هوشمند هست. به خودش اجازه میده سلول های ما رو بر اساس تأثیرات خوب یا بد محیط خارجی بازسازی کنه. دانش به منزله قدرت است. برای قدرتمندتر شدن ازتون میخوام چنل من رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. موضوعی که الان داغ هستش همون DNA یا دیوکسی ریبونوکلیک اسید هستش. این سازنده دو رشته‌ای حیات نسخه اولیه ژنتیکی ما رو در خودش داره. وقتی توسط RNA خونده میشه حدود 5 تا 10% برای ایجاد پروتئین های جدید استفاده میشه. DNA ما به همراه پروتئین ها کروموزوم های ما رو میسازن. کروموزوم ها در هسته سلول هستن و ساختار اعضا و بدن جسمانی ما رو شکل میدن. معجزه از همین نقطه شروع میشه، یعنی باز شدن این رشته حیات، ترجمه اون توسط RNA و ایجاد پروتئین های جدید. مبحث مهم پروتئین های اطراف DNA هست بچه ها که در ادامه مفصل در موردش صحبت میکنیم. دانشمندان در سال 1944 کشف کردند که DNA حاوی اطلاعات موروثی هستش و کارهایی که بعدها واتسون و کریک انجام دادن منجر به تاکید بر این نقش محوری شد و اینطور القا کردند که DNA اختیار تکثیر خودش رو داره و ما قربانیان میراث ژنتیکیمون هستیم. طرح ژنوم انسانی در اواخر دهه 1980 نقشه برداری از تمامی ژن‌های انسانی به مرحله عمل در اومد. هدف از این بودش که به هر یک از بیماری‌ها یک ژن خطاکار نسبت داده بشه و با این کار گام بزرگی در راه حذف بعضی از بزرگترین دشمنان انسان برداشته شد. اینجا بود که برای اولین بار از اهمیت اعرابه DNA کاسته شد. به صورت نظری هر ژن در برابر یک پروتئین قرار می گرفت و این کاملا مسخره بود. چرا؟ چون ما حدوداً 100,000 پروتئین مختلف در بدن داریم و تعداد ژن‌ها باید در همین حد می بود، ولی ما فقط 25,000 ژن مختلف داریم و این برای مؤسساتی که به این کار همت گماشته بودن نوعی ضربه به حساب می اومد. ازتون میخوام تا انتهای ویدیو همراه من باشید تا راه درمان ویدیوی قبلی رو بهتون بگم. به خاطر همین پیش زمینه اون این موارد هست که باید اطلاعات کافی در موردش داشته باشید. در واقع سازوکاری که انسان رو از حیوانات متمایز میکنه هیچ ربطی به پیچیدگی مجموعه ژن‌ها نداره. در عمل ژن‌های ما به همون اندازه ژن‌های جوندگان معمولی هستن و فقط چند درصد بیش از ژن‌های موز هستن. خوشبختانه عواملی بیش از اینها در شکل گیری ما نقش دارن. و حالا معجزه واقعی در نقطه دوم، یعنی اینجا شروع شد. این مانع مستحکم راه رو برای اینکه اختیار به دست حامیان اپیژنتیک بیفته باز کرد. در این شاخه از علم گفته میشه که محیط در مقایسه با ژن‌های موروثی نقش بیشتری در سلامتی، شادمانی، اوضاع مالی و روابط اجتماعی و عاطفی ما داره. یک سیستم کنترل و مشتمل بر تعداد کلید در اینجا وجود داره که میتونه
بدون تغییر توالی DNA قطع یا وصل بشه. و حالا به نقطه حساس ماجرا رسیدیم، جایی که قرار شما حافظه ژنتیکی اجدادتون رو پاک کنید و به سطوح بالاتر ارتقا پیدا کنید. کلیدهایی که باعث میشن شما بهترین میراث رو برای نوادگان خودتون به ارث بذارید. این کلیدها چی هستن؟ تجربیاتی که در زندگی داریم، تغذیه، سطح تنشی که با اون روبرو هستیم و شرایط محیط، افکار، احساسات و از همه اینها مهمتر احساسات ما هستش که شرایط درونی بدن ما رو از طریق ارتباطات مادی رقم میزنه. منظورم از ارتباطات مادی ترشح هورمون ها هستش که با سطح احساسات ما مشخص میشه. و حالا این کلیدها مستقیما روی DNA تاثیر نمیذارن. تاثیر این کلیدها به روی پروتئین های اطراف DNA ما هست. هر چقدر که احساسات ما، شرایط محیط ما، تغذیه، تجربیاتی که در زندگی داریم مثبت باشه، کمک میکنه به این که ژن‌های بیشتری فعال بشن و ژن‌های مخرب خاموش بشن. کمک بیشتری میکنه به پروتئین سازی بدن. در نتیجه امروزه جامعه علمی توجه خودش رو از قدرت DNA درون هسته به سمت پروتئین‌های اطراف اون معطوف کرده. چرا؟ چون سلول ها فقط زمانی میتونن تکثیر پیدا کنن که غلاف پروتئینی از مارپیچ دوگانه جدا بشه و RNA بتونه بخشی از DNA رو که در معرض واقع شده بخونه. سپس این بخش و ژنی که در اون قرار داره میتونه تکثیر پیدا کنه. تفکرات جدیدی که در ورای اپیژنتیک قرار داره نشون داده که اثرات محیطی از جمله سموم، احساسات، تغذیه به این غلاف پروتئینی حاکم هست که از همه قدرتمندتر احساسات ما هست. این اثرات خارجی به ما اجازه میدن که از یه نسخه اولیه ژنتیکی که در DNA ذخیره شده صدها پروتئین مختلف برای موارد مختلف بسازیم. به عنوان مثال برای شفای بیماری، برای بهبود جای زخم، برای از بین بردن میکروب ها و تومورهای سرطانی، برای طول عمر و جوانی، برای بالا بردن سطح هوش و فرکانس. این کار تا حد زیادی به ایجاد فام‌های متفاوت از رنگ‌های اولیه یعنی قرمز، آبی و سبز توسط دستگاه تلویزیون شباهت داره. یادتون باشه بدن ما از اثرات محیطی برای تغییر دادن نسخه اولیه خودش استفاده میکنه و سایر پروتئین‌های موجود رو میسازه. طبق این تحقیقات عوامل ارثی فقط در 5% از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت و سرطان اثر دارن و بقیه از محیط ناشی میشن. در تجربیات شخصی به روی افراد متعددی کار کردم که ظاهراً احساساتی دارن که با توجه به طرز زندگیشون توجیه پذیر نیستن. این افراد با وجود اینکه از احساس شرمساری و گناه حرف میزنن ولی نمیتونن به هیچ واقعه‌ای که منشأ این باور منفی عمیق باشه اشاره کنن. حتی ردیابی اطلاعات ذخیره شده در ذهن ناخودآگاه یا زندگی‌های گذشته این افراد هیچ سرنخی از ریشه این احساسات به دست نمیده. این افراد در بسیاری از موارد احساس گناه نیاکانشون رو که از طریق اثرات اپیژنتیکی به اونها منتقل و در DNA ذخیره شده با خودشون حمل میکنن. حتی ممکنه وابسته های انرژی خارجی همراه با اون زندگی پیشین و خصوصا اونجایی که در مرکز واکنش های احساسی یعنی آمیگدالا هست با خودشون داشته باشن. در اغلب موارد نقطه شروع در چندین نسل قبل قرار داره و با درک ماهیت وقایع ناگواری از قبیل خشونت، بدرفتاری، زنای با محارم، حرامزادگی میتونیم تشدیدی رو که نسل‌ها انتقال یافته رها کنیم. با این کار علاوه بر شفای فرد نیاکان اون رو هم شفا میدیم. با این حال میتونیم به سال اولیه خودمون برگردیم که جواب اون رو داریم. DNA نسخه اولیه باثباتی هستش که اجزای سازنده لازم برای ایجاد بدن انسان رو فراهم میکنه.
DNA بوم نقاشی هست، نه خود نقاشی. و شما میتونید روی این بوم هر تصویری و هر نقش و نقاشی رو ثبت کنید و حتی میتونید پاک کنید و دوباره بکشید. میدونید روی یک بوم میتونید هزاران تصویر ثبت کنید، از هزاران نوع رنگ استفاده کنید. خب تا اینجا متوجه شدیم ما قربانیان میراث ژنتیکی خودمون نیستیم و میتونیم در اون دستکاری ایجاد کنیم، پاک کنیم، پاکسازی کنیم و از نو بسازیم. اینجا 2 مسئله مهم وجود داره که کمکمون میکنه پاسخ تمام سوالاتمون رو بگیریم و متوجه بشیم که چطور باید خودمون رو ارتقا بدیم، راههای ارتقای ما چی میتونه باشه، چطور باید حافظه ژنتیکی خودمون رو پاکسازی کنیم. برای دونستن تمام این اطلاعات کافیه چنل من رو سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوی بعدی باشید.